ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби сеюм, гуфтори 53. انسانیت از روی تحقیق مورخان و تمدنشناسان علل خصوص به اندیشه تمدنشناسی توانا تاینبی در طول تاریخ موجودیت خیش 21 تمدن جهانی را ایجاد نموده است که امروز از جمله آن تمدن‌ها 7 آن نفوذ عمومی بشریشان را نگاه داشته است و بس. در عرصه تاریخ طولانی بشریت دهها امپریه و نظام‌های ابرقدرت، رسم و آیین‌های دولتداری، ملت و خلقیت‌های پیشرفته، زبان و لسان معاشرت، رسم الخطی، میراث‌های فرهنگی، مذهب و دین‌های پایدار، رسم و آیین و سنت‌های قدیمه بینام و نشان گشته در فراموشخانه تاریخ مسکن گرفتند. فقط خاطر رسان کردن کافی است که از 7 معجزه عالم تا زمان ما تنها اهرام‌های سنگین مصر قدیم رسیده باشد هم تمدنی بیش از 5000 ساله فرعون‌های آوازه‌دار با همه دستاوردهای آیینی دولتداری، زبان و رسم الخط، عنعنه و آیین‌های ملی، میراث تاریخی و فرهنگی و سنت‌های دینی و دنیوی کاملاً از میان رفته است. سرنوشت آریایی‌ها که ما تاجیکان نیز در قطار چندین خلقیت‌ها و ملت‌های متمدن عالم یکی از میراثداران اصیل آن هستیم، از جمله صحیفه‌های بسا رنگین و شگفت‌انگیز تاریخ بشر است. این تمدن با همه برد و باختش برای ملت ما یک رکن اساسی تاریخ سرنوشت، عرصه بود و باش، پیدایش و تشکل نخستین آیین‌های دولتداری، جولانگه دین و آیین یکتاپرستی، تشکل فرهنگ و ارزش‌های ملی، عرصه خودشناسی و جهانشناسی گردیده است. در سر گهواره تمدن آریایی قرار داشتن سلسله دولتداری‌های کیانیان، هخامنشیان، اشکانیان، کوشانیان و ساسانیان با وجود انگیزش و برخوردهای تمدن ایلینی و بودایی، اصالت دیرینه و نفوذ تمدن آریایی را پایدار و پابرجا نگاه داشت. فرهنگ آریایی به بشریت کتاب مقدس اویستا و نخستین نمونه تمدن بشر دوستانه را تقدیم نمود. گذشتگان ما در اویستا طرز حیات آنچنان پاکیزه و عادلانه را ترغیب نمودند که اثری آن در سرشت و نهاد نیاگانمان پابرجا مانده، حتی حمله های طولانی اجنبیان اصطلاحگر به سرزمین اجدادی ما نقش این فرهنگ عالی را از ذهن خلق زدوده نتوانستند. نیاگان ما با شعار فراگیر و پرارزشی پنداری نیک، گفتاری نیک و کرداری نیک بهترین و روشنترین آرزوی و آمال انسانیت را حکیمانه و عارفانه افاده نمودند که این کلامی پرحکمت نه تنها برای چندین قوم و ملت بلکه برای تشکل افکار و رفتار اهل بشر و ارزش‌های عمومی انسانی خدمت کردند. امروز که در سیاره از جهانگرا شدن همه پرابلم‌ها، چی سیاسی، چی اقتصادی و چی اجتماعی و فرهنگی
گفتگو می رود، ما باید پیش از همه به یک نکته مهم جهانگرا شدن تمدن‌ها و فرهنگ‌ها اعتبار دهیم. در شرایط کنونی ما باید همه گونه تمایلات خرابگرای فرهنگی و خطری هلاکتباری برخورد تمدن‌ها را محکوم نموده، توسعه دادن مکالمه تمدن‌ها و فرهنگ‌ها را در عرصه جهان پشتیبانی نماییم و تحکیم بخشیم. احتمال ایده مکالمه تمدن‌ها یا فرهنگ‌ها در جهان امروز از همین نگاه به کامیابی نائل شود، زیرا کشفیات‌های بزرگ علمی عصر جدید و به نیاز و احتیاج انسان سازگار آمدن این کشفیات‌ها روشن اثبات کرد که به جهان معاصر از در تعصب دینی و خرافات نگریستن و امید از تعصب و برخورد تمدن‌ها داشتن کیها کهنه شده است. ما امروز از میراث گذشته فرهنگی افتخار کرده هر یک اشیای قدیمه را در آثارخانه‌های با حشمت جهانی نگاه می‌داریم. گوناگون رنگی زبان‌ها و فرهنگ خلق‌های و منطقه‌ها را همچون پدیده نادری تاریخی تبلیغ می‌نماییم، ولی راه‌های حفظ گوناگون رنگی فرهنگ‌ها را در شرایط گلوبالیزاسیون هنوز پرره پیدا نکرده ایم. این مسئله ملت‌ها و دولت‌های دارای تمدن باستانی از جمله ملت تاجیک را به تشویش آورده است که جانبداری همکاری بی‌غرضانه، احترام گوناگون رنگی و گفتگوی مصالحت آمیز تمدن‌ها در عرصه جهانی می باشد. تمدن گذشته را انکار کردن، نقش تاریخی و اصالت زندگی سازش را نادیده گرفتن روا نیست. برعکس حسن و قبح آن را در میزان دستاوردهای معنوی زمانی نو برکشیدن، بهترین پدیده های حیات بخشش را در خدمت ملت ها و دولت ها و عموماً بشریت قرار دادن وظیفه مقدسی نسل های امروز و آینده است. ما به خاطر نسل های آینده و فرزندان و نبیرگانمان باید فرهنگی صلح و احترام عمیق را با گوناگون رنگی و گفتگوی تمدن‌ها دستگیری نماییم. به همین خاطر ما معرفت و فرهنگ ارزشمند و حیات بخش و زندگی ساز را به تهدید و خطرها، تعصب و خرافات، احساس نفرت و بدبینی و دیگر پدیده‌های منفی مخالف گذاشته به صفت یک عضو واحد جامعه بشری دستاوردهای فرهنگی ملت خیش را چون پدیده ارزشمندی تمدن جهانی استقبال می‌گیریم. این ضرورت تاریخ و امر زمان است که انسانیت را از برخورد تمدن‌ها، هلاکت معنوی و انقراض فرهنگی نسل‌های آینده در فراسوی خطرهای گلوبالی ایمن می‌دارد. امروز ما به فرهنگ عملاً نوین روابط و همکاری تمدن‌ها روی نیاز آورده ایم که باید گفتگوی سازنده و احترامانه تمدن‌ها را به منظور نجات فرهنگی و بقای تاریخی از بسیار خطرهای عموم انسانی پشتیبانی و تلقین نماییم. زیرا تمدن‌های پیشرفته و زندگی ساز، سنت و فرهنگ‌های دارای جنبه حیاتی، اصول و ارزش‌های ثابت و نظام اجتماعی متشکل، علل خصوص دستاوردهای انقلاب عقلانی و معرفتی والا در همه دور و زمان خود نمای زندگی و محور ترقیات جامعه بشری گردیدند. خود از خود سؤال به میان می آید که پس از جشن 1100 سالگی دولتداری سامانیان
بزرگداشت 2700 سالگی کتاب اویستا و 3000 سالگی فرهنگ زردشتی آیا ضرور بود که باز بر ریشه‌های تاریخی نسبتاً دور و نزدیک تمدن ملت تاجیک رو آورده این سه جشن نوبتی را در سطح دولتی استقبال نماییم؟ آیا پی در پی رو آوردن به تاریخ ملت و گذشته پر افتخار آن آهنگ زیاده روی و ملتگرایی را ندارد؟ در صورتی که انسانیت در تسخیر کیهان، فتح ماه و دیگر سیاره های نظام آفتاب، علم ژنتیکی و هسته‌شناسی، تکنیک و تکنولوژی نوترین اطلاعاتی و علاقه به دستاوردهای بی سابقه نائل شده است، آیا گشته و برگشته از اصالت تاریخی و تقدیر گذشته ملت سخن گفتن مگر نشانی فضل فروشی و از مشکلات موجوده جامعه خود را کنار کشیدن نیست؟ آیا بجای این نگریستن به تقدیر آینده ملت، طرح‌ریزی نمودن هدفهای دور و نزدیک آیین دولتداری در جهان پرتلاطم امروزه به مطلب مناسبتر نمی نماید؟ و باز چندین سوالهای خردگیرانه و هنگام باری که در اطراف این جشنها بالا گرفته به خود پاسخی مناسب می خواهند. واقعاً وقتی که تاریخ فرهنگ عمومی بشری را ورق می زنیم، از دوره‌های گذشته دور تا امروز اندیشه‌های انسان پرورانه متفکران فرهنگ آریایی با شیوه و زبان‌های مختلف، با کلام و متن‌های گوناگون، با فلسفه عادی و زمینی جوابگوی آرمان‌های بشری همچون گوهری تابناک و ارزش جاودانه جلوه می‌دهند. سال بزرگداشت تمدن آریایی را استقبال گرفتن ما باعث بلند شدن سر و صداهایی گردید که گویا از این اقدام بوی ملتگرایی و نژاد پرستی می آید. چون این بها از ناآگاهی و تنگی نظر یا تحریف محض تاریخ و بیخبری از روند تمدن‌های جهانی گواهی می دهد. اصلاً این اقدام به یگان غرض سیاسی و ایدئولوژی، کوشش‌های ارق پرستی و انسان بدبینی رابطه‌ای ندارد، بلکه یک نظری خالصانه در شناخت فرهنگ قدیمی ملت خود و آشنایی با ریشه‌های تاریخ و تمدن گذشته نیاگان می باشد. زیرا ما در آستان احیای استقلالیت و خودشناسی ملی برای نادیده گرفتن، پاس نداشتن و این کار کردن تاریخ و تمدن آریایی که نیاگان ملت تاجیک یکی از وارثان واقعی آن می باشند حقوق معنوی نداریم. در برابر این ما کوشش‌های سوء استفاده کردن را از میراث فرهنگی به خاطر تلقین غایه‌های نژاد پرستی با درک مسئولیت بزرگ تاریخی و وجدانی محکوم می نماییم و فقط می خواهیم که انسانیت از فرهنگ بای و قدیمی تاجیکان و دستاوردهای ارزشمندی تمدن آریایی آگاه و بهره‌ور گردد، زیرا همه گونه میراث فرهنگی ارزشمند تنها به یک خلق و ملت تعلق ندارد، بلکه آن با مرور زمان دسترس دیگر خلقهای عالم گردیده به تشکل افکار و اندیشه سالم و ارزش‌های والای عموم انسانی مساعدت می کند. گذشته از این اخلاق پاک و حمیده و کردار و رفتار نجیب انسانی برابر دیگر تمدن‌های بشری در فرهنگ آریایی بیشتر تجسم یافته است که امروز به دردهای کاهش دنیای معنوی انسانی و تمایل مادیگرایی درمان شفا بخش است.
ما خواهان آنیم که تاریخ و تمدنی بیش از 5000 ساله ملتمان در هماهنگی با دیگر تاریخ‌ها، تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و سرنوشت‌های عبرت‌آموز خلق‌های سیاره در راه کمالات انسان همچنان در خدمت باشد، آموخته و دانسته شود و با غرضهای بد و جهانسوز خطرهای ژئوپلیتیکی منطقوی و گلوبالی تحریف و آمیخته نگردد. زیرا در همین دوران استقلالیت ما عاملها و تمایلهای بدخواهانه، تفسیرهای غرضناک و سودجویانه را در مورد بزرگ داشتی یک دوران شکوفان علم و فرهنگ و مدنیت بزرگی تا اسلامی امان بر اعلا مشاهده کردیم. رقیبان سیاسی و عقیدوی ملت تاجیک چی از داخل و چی از خارج می‌خواهند اندیشه، بینش و انگیزه های مذهب اسلامی ما را در شناختن و آموختن تمدن آریایی به برخوردهای تخریبکارانه مواجه سازند. به گذشته دور ملت خود روی آورده ما بهترین، شایانترین و گرامی ترین اندیشه، سالم ترین افکار و رویدادهای سرنوشت ملتمان را برای تکامل خوشبینانه امروز و آینده خلقمان بنیاد یک جامعه پیشرفته و دولت نوین می آموزیم و استفاده می کنیم. زیرا همه گونه ملت بیدانستن، آموختن و فرا گرفتن ارزش‌های معنوی و اخلاقی گذشته و پاس داشتن خاطره تاریخی خود نمی‌تواند رشد و کمالی همه طرفه یابد. نیاگان ما یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهانی را آفریدند که بر پای دیواری پنداری نیک، گفتاری نیک و رفتاری نیک استوار بود. آنها در جریان طولانی تشکلیابی، نظام مکملی دولتداری و اداره کنی، صنعت اصیل معماری و شهرسازی، طرز متمدن و عاقلانه مناسبت بین ملت‌ها، احترام آزادی مذهب‌ها و آیین‌های مختلف دینی و جریان و مکتب‌های گوناگون علمی و فلسفی را به میراث گذاشتند. آیا ما وظیفه‌دار نیستیم که این تمدن عالم شمول و میراث ارزش جهانی داشته را همه طرفه آموزیم، نتیجه گیریم و برای امروز و آینده امان همچون پدیده نادری فرهنگی، دستور اخلاقی حمیده انسانی و تفکر سالم استفاده کنیم؟ همزمان ما بنیادگران دولت جوان صاحب استقلال دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی تنها با فرهنگ آریایی نیاگان خود محدود نمی شویم. عنعنه‌های از بین رفته آن و دین و آیین فناگردیده را نیز احیا کردنی نیستیم، چون که امروز بیش از 98% مردم تاجیکستان مسلمانند و ما رسم و آیین، سنت‌های رایج و فرهنگ اسلامی خود را گرامی می داریم. بر ضمن این ما کوشش‌های با هم مقابل گذاشتنی فرهنگ ها را محکوم می کنیم. جانبداری گفتگو و مکالمه سودمندی تمدن ها هستیم تا که فضای تحمل، همگرایی و تأثیر متقابله فرهنگ های مختلف استوارتر گردد. بی‌شبهه آگاهی خوب از تاریخ فرهنگی کهن نه تنها افتخار ملی را به زمانه سازگار می سازد،
بلکه به تحکیم رابطه تمدن‌ها و خلق‌های گوناگون در شرایط مرکب دنیای معاصر مساعدت کرده به گسترش صلح و همدیگر فهمی زمینه واقعی می‌گذارد. بنابراین برابر دیگر اقدام‌های شایسته دولتسازی و دولتداری، ما باید نسل‌های امروز و فردای ملت را از میراث بزرگ اجدادی که از سرچشمه تمدن آریایی و تمدن اسلام برخوردار شده است آگاه سازیم. در ضمیر آنها احساس افتخار از دولتداری، قدر و قیمت دولت مستقل ملی، وطن دوستی و وطن پرستی شناختنی قدر گذشتگان خردمند خود را تربیه نماییم. ما از عمق تاریخ نباید خاکستر بلکه شعله برداریم. تاریخ عبرت آموز است و یگان خلق و ملت بی ارج گذاشتن به گذشته خیش به قدر استقلالیت و آیین دولتداریش رسیدن نمی تواند. محبت به وطن و تاریخ پر افتخار آن نباید چشم ما را از پیشرفت و دستاوردهای جهانی معاصر، وسعت عقل بشریت و ترقیات روزافزون دولت‌های متمدن عالم ببندد. برعکس، ما هر قدر وطنمان را بیشتر دوست داریم، باید همان اندازه کوشش نماییم که ارزش‌های علمی و فرهنگی عمومی بشری، دستاوردهای تکنیکی و تکنولوژی زمانوی و کشفیات و بازیافت‌های نوترین جهانی را آموزیم و در حیات تطبیق نماییم. بزرگداشت تاریخ گذشته برای ما هرگز معنای تاکید کردن حق استثنایی ملتمان در تمدن بشری یا کوشش جدایی پذیرفتن از روندهای سازنده جهانی و فرهنگ خلقهای پیشرفته عالم را ندارد. ما با تحقیق و آموزش تاریخ ملت و سنتهای فرهنگ قدیمه خلقمان می خواهیم جریان از خود کردن ارزش‌های عمومی بشری را وسعت بخشیم، روند همگرایی را با کشورهای ترقی کرده عالم گسترش دهیم و در عین زمان به جامعه جهانی با چهره و سیمای خاص ملی خود پیوندیم. والاتر از این، آموزش تاریخ و تجربه در طول عصرها اندوخته ملتمان به ما برای بنیاد دولتی پیشرفته، ترقی خواه و صلح دوست، اینچنین تحکیم پایه های دولتداری ملی، حفظ دستاوردهای استقلالیت، پیش از همه وحدت ملی، صلح و ثبات پایدار و بلند برداشتن احساس گرم وطنداری و وطن دوستی و خود آگاهی و خودشناسی ملی مثل آب و هوا ضرور است. تقدیر تاریخی ملت تاجیک چنان که در کتاب دوم ذکر کرده بودم، مثل مرغ سمندر در آتش لشکرکشی های اجنبیان و هنگامه های برد و باختی تشکلیابی بارها سوخته باز از نو احیا گشتن است. در طبیعت هر کسی در دل خرسنگ بزرگ رویدن ارچه را دیده باشد، بیشک زندگی پرمشقت و تقدیر تاریخی خلق تاجیک را تصور کرده می تواند. هر وجب قد کشیدن درخت و در دل سنگ ریشه راندن او با مشقت‌های بسا گران میسر می شود و خلق تاجیک هم در طول تاریخ دراز و پر از برد و باخت خیش برار و بیبراری و محرومیت‌های خرد و بزرگ را پسی سر نموده از غایت خردمندی و سازشکاری
بارها در تیمساری دولت و دولتداری اجنبیان سبزیده است. یگان ملت دنیا مثل ملت تاجیک بارها به ورطه فناشوی گرفتار گردیده، باز در لحظه واپسین جان باختن از نو مدار گرفته و احیا شده، از دنباری هر شکست و انقراض چشم رس بارها شکست پارهایش را وصل نموده، باز به زینه تازه کمالات نرسیده است. خطر مدهشی بینام و نشان گشتن و از عرصه تمدن جهانی ناعیان رفتن به سر ملت تاجیک در طول 1000 سالهای موجودیتش نه یک بار و دو بار فتاده است. تاریخ گواه است که بر اثر استیلای پی در پی اجنبیان و جبران به سر خلق تاجیک بار کردن تمدن و ارزش‌های فرهنگی بیگانه، چی در عهد کشورکشایی‌های مقدونیان، چی در دوران هجوم عرب و چی در هنگامه‌های تاخت و تاز قبایل مغول، تقدیر هستی دولت، ملت، زبان و فرهنگی چندین هزار ساله نیاگان ما در سری موی قرار داشت. برای خلاف پندار و میل بسیار رقیبان توانا و اصطلاحگران نیرومند که نام و نشان ملت تاجیک را از عرصه تاریخ روفتن می‌خواستند، ملت سرسختی ما هزارها شهرهای آباد، روستا و دهکده‌های سرسبز، شهرستان و کهندیزهای آوازدار، قلعه و کوشک‌های بر هوا، آتشکده و عبادتگاه‌های کهن، کتابخانه و گنجینه‌های بی‌نظیر فرهنگی، کاروانسرای و بازارهای بزرگ را به کام آتش و خرابی می‌داد و روح توانای ابرمردان آن از شرافت تمدن آریایی پایدار و بیگزند می‌ماند. از این لحاظ خرابه‌های سرزم و پنجکینت قدیم، تختی سنگین و کیقوباد شاه، استروشن و کروشکده آوازدار، زاری زر و حلبوک، یادگاری های خوجند و قلعه تیمور ملیک و دهها آثاری کهن بنیاد کشور نشان از تاریخ پرفاجعه ملت تاجیک، شهادتی از لشکرکشی های بی امانی اردوی مقدونیان و سپاهیان عرب، تاخت و تاز مغول و قدرت طلبان ترک برای خاک و تراب ساختن مکانی بود و باش و از بین بردن ارزش های هستی ملت جفا کشیده ما می باشند. تاریخ ملت ما سراپا از مبارزه های آشکار و نهان برای نگاه داشتن هستی، آیین دولتداری، هویت ملی و ارزش های فرهنگی عبارت است. شنونده های گرامی، شما گفتار 53 را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از اوریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقو، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایانی گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.